سلام به رفقای گل یوتیوب، من امیرم و خوش اومدید به ویدیو امروز بچه ها براتون دو تا پنل گاد و خفن آوردم. یه پنل ساخت کانفیگ بایرگارد و یکی هم پنل ساخت DNS که هم میتونید ازش DNS نسل 4 و هم نسل 6 ازش استخراج کنید. چیزای خفنیه بچه ها، همشون تست شده و تضمینیه بچه ها. اینجوری بهتون بگم همشون کار میکنه. و بچه ها من یه خورده بعد از این که مدتی نبودم یه خورده حوصله‌ام سر رفته و ازتون میخواستم اگه شما برنامه چیزی سراغ دارید که مثل گیم بوسترینایی که من قبلا میذاشتم بشه بازی رو باهاش مثلا لگش رو از بین برد و اینا، اگه سراغ دارید حتما به من بگید، ازش ویدیو بسازم، بقیه بچه ها ازم خواستن براشون بذارم تا استفاده کنن. و خودم یه دو تا برنامه خیلی گاد و خفن پیدا کردم بچه ها که تا حد ممکن بازی رو هم براتون روون میکنه و میتونید بدون اینکه بازیتون لگ بزنه پلی بدید. شما هم چیزی داشتید حتما بگید یا بیاید توی پی من تو تلگرام برام پیام بذارید بچه ها. برنامه هایی که خودتون بلدید معرفی کنید ازشون ویدیو بسازم. ویدیو رو زیاد طولانی نمی کنم بچه ها. پسورد فایل رو بردارید برید سراغ معرفی و آموزش پنل ها. خب بخش اصلی ویدیومون اینجاست بچه ها که شما بعد از اینکه فایلی که من تو تلگرام گذاشته بودم دانلود میکنید، بعد پسوردی که از تو گیم پلی برداشتید و میارید برای استخراج کردنش استفاده میکنید. این پوشه براتون میاد بچه ها و تو این پوشه من دو تا فایل گذاشتم که هر دو تا پنل، یکی پنل DNS و یکی هم پنل ساخت بایرگارده. خب اول پنل DNS رو براتون باز میکنم. اینجا رو بیشتر میزنید، با خود گوگل بازش میکنید بچه ها. خب این صفحه DNS مونه که خیلی ساده و راحت براتون طراحیش کردم بچه ها که میتونید راحت باش DNS تولید کنید. و جالبیش اینجاست بچه ها، DNS هایی که من روی این پنل کار گرفتم همشون واقعیه و همشون کار میکنه. مثل بعضی از پنل ها نیست که مثلا کد های الکی بیارم توش اضافه کنم که بگم خیلی کد داره توش و فلان و اینا. نه، همون چیزایی که مثلا میدونستم کار میکنن و واقعی هستن من تو این پنل با هوش مصنوعی اینو درست کردم بچه ها تا بتونید راحت تولید کنید و ازشون استفاده کنید. خودم تست گرفتم، همشون هم کار میکنه بچه ها. و اینم صفحشه بچه ها. خب ببینید تولید DNS که شما بزنید هر بار که کلیک بکنید یه DNS جدید براتون میسازه. این دوتا متن مثلا الان ببینید بچه، یکی برای نسل 4 یکی هم برای نسل 6. اینایی که هستش اینا کاملا واقعیه و پایینشو از طرف هوش مصنوعی یکی شبیه خودشو میسازه که باش هم خونی داشته باشه مثلا کار بکنه. جالبش اینجاست که اینو جوری طراحی کردم بچه ها که مثلا اون کدی که واقعی برامون تولید میکنه یکی هم مشابه اون برامون اینجا میسازه. دو تا کد نسل 4 اولو که میبینید برای بخش اول و دوم بچه ها که بخش اولش مهمه. اونایی که تولید میکنید تو بخش اول اونا رو جایگذاری میکنید تو DNS و بخش دومش هم مشابه همون کده، اونم تو بخش دوم شما وارد میکنید. اگه دیدید بازی براتون باز نمیشه مطابق همیشه بخش دوم و این کدی که این کنار براتون میذارم اینو جای اون کد دومه که تو بخش نسل 4 استفاده میکردیم اونو میزنیم. خب اینم از پنل ساخت بایرگارد بچه ها که از 5 تا لوکیشن براتون اینو طراحیش کردم و این بخش DNS هم روی 4 میذارید بچه ها و ساخت کانفیگ جدید رو که شما بزنید براتون یه کانفیگ جدید میسازه و کاملا غیر تکراریه و DNS های خفنی من توش به کار گرفتم. اینجوری نیست که شاید بعضیا بگن به درد نمیخوره و فلان و اینا، چون رایگانه. من تو این IP های مختلفی به کار گرفتم بچه ها. میتونید بدون اینکه چیز تکراری باشه هر بار یه کانفیگ جدید ازش تولید کنید.
هر چی هم که تولید کنید این پایین براتون نشون میده که چند تا کانفیگ ازش شما استخراج گرفتید. بعد اینجا دانلود که بزنید براتون دانلود میشه. به همین راحتی بچه‌ها. دم مرامتون گرم بچه‌ها. ویدیو رو حتما لایک کنید و یه کامنت انگلیسی از طرف خودتون بذارید بچه‌ها. از اون انگشته چیزی کم نمیشه، یه لایک میزنید تمام. و اینکه چیزای خفن‌تری هم براتون میسازم بچه‌ها. اگه چیزی موردی بود یا مشکلی بود تو پنلا حتما به من بگید بچه‌ها. من اینجوری نیستم که از نظر منفی ناراحت بشم اینا. اگه چیزی موردی باشه خب میتونم اونو اصلاحش کنم و براتون درست طراحیش کنم و دوباره براتون بذارم. دمتون گرم، عشق منی بچه‌ها. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار همتون.